همگران عزیز مطمئن باشید که همه برادران دینی شما یکی پشت یکی همین گونه مثل همین سید اعظم به خاطر ریشتان، به خاطر که همسرتون محجب است، به خاطر قرآن خواندنتون، به خاطر فرزندی شما قرآن میخواند، به هر بهانه شما رو میبرن زندان میکنن. مطمئن باشید به هر بهانه میبرن شما رو قتل میکنن و میکشن. و اگر شما بر نخواستید و اگر شما نخواستید در برای این مبارزین، در برای این مجاهدین نایستادید، مطمئن باشید که فردا نوبت شما میرسد و شما را مثل سید اعظم میبرن و قتل میرسونند و هیچ کاری کرده نمیتوانید. امروز بیاید مبارزه خود را، مجاهدت خود را آشکار کنید و در مقابل ظالم بیستید، وگرنه هیچ آب سر شما را نمیشود و به هر بهانه هر روز یک نفر ما شما را به قتل میرسونند. اگر امروز نشد نوبت تو فردا میرسد، اگر فردا نشد پس فردا میرسد. همین سید اعظم چه آگاه داشت که میرود تاجیکستان، خانه‌اش، وطنش، و اونجا او را چیکار میکنن؟ به قتل میرسونن. نوبت تو، من و هر کسی دیگه که امروز خاموش